بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر شاگردای عزیز ما. انشالله که تمام شما شاگردای نازنین و عزیزای دل ما خوب و صحتمند و سر حال باشید. شاگردای به نهایت خوب، به ادامه درس‌های قبلی که درس دوم روز قبل ما خواندیم، امروز بخیر فصل اول درس سوم میخونیم. در نخست یک تکرار سریع به درس قبل خود می داشته باشیم. درس قبلی ما شما در قسمت تعریف قوه، واحدات قوه، رابطه بین واحدات قوه بود. امروز بخیر درس سوم میخونیم. درس سوم در کتاب شما یک عنوان است به نام قوه های متلاقی یا غیر موازی. او چی است دوستا؟ قوه های متلاقی یا غیر موازی. این رقم تعریف میکنیم، میگیم هرگاه بالای یک جسم دو یا بیشتر از دو قوه عمل کند، هرگاه بالای یک جسم دو قوه یا بیشتر از دو قوه عمل کند، طوری که خط تاثیر اینا با همدیگر موازی نباشد. خیلی که موازی نباشد یعنی باید یک دیگر خود قطع کند. وقتی قطع کند خیلی زاویه را میسازد. باز به می خاطر اینمی قوه ها را به نام قوه های چی میگه؟ متلاقی میگه. تکرار میکنم، هرگاه بالای یک جسم دو یا بیشتر از دو قوه طوری عمل کند که نقطه تاثیرشان، نقطه خط تاثیرشان یک دیگر در یک نقطه قطع کند یا موازی نباشد یا بین هم یک زاویه را بسازد. این تعریف قوه متلاقی. یا یک قسم تعریف کنید، بگین هرگاه دو قوه بالای یک جسم طوری عمل کند که یک زاویه را بسازد، اونمو قوه ها را با نام قوه های متلاقی میگم. این بود تعریف قوه های متلاقی. و همچنان دوستا، هرگاه چندین قوه بالای یک جسم عمل کنه، یک قوه محصله را به وجود میره. امی قوه محصله یا حاصل جمع قوه ها به دو طریقه پیدا میشه. یکی به طریقه حسابی، یکی هم به طریقه هندسی. طریقه حسابی که است با استفاده از قواعد، طریقه حسابی که است با استفاده از قواعد الجبری محاسبه میشه و طریقه هندسی که است با استفاده از قواعد وکتورها محاسبه میشه. اینمی تعریفی که به شما گفتم خیلی خیلی مهم است. در فرم کنکور سوال آمده که هرگاه دو قوه بالای یک جسم، دو یا بیشتر از دو قوه بالای جسم طوری اثر کنه که خطوط تاثیرش با هم موازی نباشد، به نام چی میشه؟ شما بگین به نام قوه های متلاقی یا غیر موازی. و گفته که قوه های متلاقی محصلش به چند طریقه پیدا میشه؟ بگین دو طریقه. کدام دو طریقه؟ حسابی و دیگه شمندسی. به طریقه حسابی گفته با استفاده از چی دریافت میشه؟ بگین از قواعد الجبری. اگر به طریقه هندسی گفت میگین با استفاده از قواعد وکتورها دریافت میشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اینال شما هم آماده شوید. ما یک رسمی از این قوه ها را به شما، قوه های متلاقی را رسم میکنم، بعد میریم به محصلیش که به چند طریقه دریافت میکنیم محاسبه میکنیم. خب جوانا دقت کنید، درباره قوه های متلاقی یک رسم به شما ما اینجا میکشم، با شما انشالله که بفهمین مشکل پیدا نمیشه. این اگر قرار باشه یک قوه باشه، یک قوه ما شما باشه به نام قوه F1 و اینی قوه دومی باشه به نام F2 و اینی قوه سومی باشه به نام قوه F3 مطابق کتاب مکتب شما. اینی قوه چهارمی باشه به نام قوه F4. این شاگردا، این قوه F1 باشه، این قوه F2 باشه، این قوه F3، این قوه F4. نال چی کار کنیم؟ اگر ما اینا را امتداد بیتیم خط تاثیرش پیدا میشه. این امتداد بیتم، این هم که امتداد بیتیم خط تاثیرش پیدا میشه. این هم که امتداد بیتیم خط تاثیرش پیدا میشه. و این قوه هم که امتداد بیتیم خط تاثیرش میشه پیدا میشه. خب بالاخره دیدیم که این قوه ها در یک نقطه یک دیگه خود چی میکنه؟ قطع میکنه یا یک نقطه مشترک پیدا میشه بینشان. خیلی ما اگر دقت کنیم دیگه قوه ها در اصل بین هم یک دانه چرا میسازه؟ زاویه را میسازه. مثلا F1 با F2 زاویه را میسازه، امتدادش البته F2 با F3 و همیشان خلاصه با هم موازی نیستن.
اگر یاد شما باشه گفته بودیم که وکتورهای موازی و وکتورهای مختلف این رقم قوه‌های مختلف وارث یا خودشان قطع کنه یا امتداد یافتهشان قطع کنه. اینجا خط نقطه تاثیر اما امتداد وکتور میشه. پس در حقیقت یک نقطه قطع کنه اینا رو به نام قوه‌های متلاقی یا غیر موازیات میکنه. شما این ترسیم پیشتان یا این رسم به کتابچه خود بگیرین تا بریم به ادامه بحث. خب عزیزایم، اول ما شما دریافت مسئله قوه ها را میخوانیم به طریقه هندسی. به طریقه چی؟ هندسی. اونمو قسمی که در وکتورها به شما یاد کرده بودم. در وکتورها گفته بودم که محصله وکتورها به دو طریقه پیدا میشد. یکی به طریقه هندسی بوده که اون به طریقه حسابی یا الجبری برش گفته بودیم. طریقه هندسیش دو قسم بود، یکی متوازی الاضلاع بود، دیگه شام چنزولی. اینجا هم فکس، چون هر قوه یک کمیت وکتوری است مانند وکتورها کار میشه. دوباره به شما یاد میکنم دقت کنین شاگردان. اگر قرار باشه یک دونه قوه باشه و این قوه دومی ما شما باشه شاگردان، خب این دو قوه بین هم یک زاویه را ساخته. فکر کنم و بچه ها دیدن نمیشه، کمی خیره تر آمده. او سینگه شو لکه لیک پاتی ده او صحیح شو، او صحیح شو، آل صحیح شد. خواه یک قوه را به نام قوه F1 نامگذاری کردیم، دیگه قوه را به نام قوه F2 نامگذاری کردیم. اینجا یک جسم قرار داره، اینا بالای جسم طوری عمل کرده که بین هم یک زاویه را تشکیل داده. ما میخواهیم اول به طریقه متوازی الاضلاع کار کنیم. از انجام این قوه یک خط موازی با قوه دیگر میکشیم، این قوه‌ای که در اینجا وجود داره به نام F2 و از انجام F2 یک خط موازی با F1 رسم میکنیم. این شکل. اینال شاگردا اینال چی کار میکنیم؟ این مبدا را به انجام وصل میکنیم. مبدا را به انجام وصل میکنیم. این همی وکتور قوه که جدیدن به دست آمده، ایمی را به نام چی میگن؟ آر یا محصله قوه ها به طریقه هندسی میگن. و این شکلی که به وجود آمده اینمی شکل به نام چی میگه؟ به نام متوازی الاضلاع یاد میکنه. این طریقه کار کردیم، طریقه متوازی الاضلاع بود. طریقه بعدیش به نام طریقه انتقالی، چنزولی و نام دیگهش پولیگون هم برش میگه. دو طریقه چه کار میکنیم؟ یک قوه را به حالت خودش میمانیم. فرض مثال چطور؟ یعنی می قوه که ما دنیا داریم به نام F1، بالفرض اندازه از قوه را ما شما داشته باشیم بین پیمانه، امیر در نظر میگیریم. در این قسمت بچه ها این قسمت در نظر میگیریم. این قوه به نام قوه چی باشه شاگردا؟ F1 باشد. قوه F2 را در نظر میگیریم. قوه F2 را میاریم در این قسمت با انجام قوه F1 وصل میکنیم. به این شکل. این قسمت دوستا، اینی را ما و شما به نام قوه چی میشناسیم؟ به نام قوه F2 میشناسیم. این F2 باشد، این دیگه شام F1 باشد. اینان محصله زیره که پیدا کنیم، اینی مبدا را با انجام وصل میکنیم. گپ جوری جور است. اینی وکتور قوه‌ای که با وجود آمده به نام آر، این میره عبارت از محصله قوه ها میگه که به طریقه هندسی پیدا میشدی. مبدا است اونجا انجام است. یا به طریقه دیگه چی کار میکردیم شاگردا؟ اینجا خب قوه اول به جاش ماندیم، قوه دوم به انجام قوه اولی آوردیم، باز مبدا را به انجام وصل کنیم. اما این به طریقه A شد. اگر به طریقه دوم کار کنیم، طریقه چی؟ B. قوه دومی را به حالت خودش میمونیم. قوه دومی به حالت خودش باشه، بالفرض یعنی قوه
دومی ما شما باشد به نام F2. F2 هم اینجا باشه. F1 به انجام F2 میاریم. F1 به انجام چی میاریم؟ F2. این شکل میاریم. یعنی F1 ما باشد. ایناله مبدا را به انجام چی میکنم؟ وصل میکنم. مبدا را که به انجام وصل کنیم، این دوستا، این یک دونه وکتور قوی که به وجود آمده، این میره به نام ایجاد میکنه، آر یاد میکنه. این میگه F1 جمع F2 اما به طریقه هندسی. این میگه F1 جمع F2 به طریقه هندسی که شکلایی که به وجود آمده به نام طریقه چی میگن؟ چند ضلعی میگن. نام دیگهش پولیگون، نام دیگهش انتقالی. و این طریقه که به وجود آوردیم، این طریقه را به نام طریقه چی میگه؟ متوازی الاضلاع میگه. نال بچه شما به دل جمع این نوشته کنید تا که ببینیم که چه وقت داریم. بچه ها باز به ادامه درس میریم. شما نوشته کنید. خب جوانا، شما مسئله قوه را دیدین. ما اگر بیشتر از 2 قوه داشته باشیم، 3 قوه یا 4 قوه، ما در ابتدای درس ها به شما گفته بودم در بخش وکتورها بیشتر از 2 وکتور کار کردیم و قوه ها اگر بیشتر از 2 قوه بیه به می شکل کار کرده میتونیم. درس خلاصه بندی میکنیم. امروز ما شما قوه های متلاقی را خواندیم. نام دیگه قوه های متلاقی یعنی غیر موازی. غیر موازی به چیزی گفته میتونیم که بین هم یک زاویه را بسازه. موازی به چیزی میگیم که زاویه بینش خود تشکیل نده. خیلی قوه هایی که بین هم یک زاویه را تشکیل بده. در کتاب دیگه قسم گفته هرگاه 2 یا بیشتر از 2 قوه بالای جسم طوری عمل کنه که خط نقطه تاثیرش با هم دیگر موازی نباشد، با نام قوه های متلاقی یاد می شود. قوه های متلاقی که چندین قوه بالای جسم عمل میکنه، یک قوه محصله را به وجود میره. مقدار و جهت این قوه را به 2 طریقه پیدا کرده میتونستیم. طریقه حسابی، طریقه هندسی. طریقه حسابی با استفاده از قواعد الجبری، طریقه هندسی با استفاده از قواعد وکتورها. بخش وکتوری شما خواندیم. طریقه وکتوری 2 طریقه بود: طریقه متوازی الاضلاع، طریقه چند ضلعی یا پولیگون یا انتقالی. طریقه متوازی الاضلاع دیدیم که یک وکتوری قوه یک ضلع متوازی الاضلاع شد، دیگه شام دیگه موازی از انجاماش رسم کردیم، یک متوازی الاضلاع جور کردیم. بعدا قطر متوازی الاضلاع را که بزرگترین قطرش بود عبارت از مسئله شد. ازا این بود درس امروزتان. تا خانه که رفتید اینمی تعریف ها و شکل ها را مشق یا تمرین کنید که به درس هایتان در بخش مکتب و کنکور خیلی مهم است. و یک قسمت محاسبه نداشتیم. روز بعد انشالله که درس بعدی خواهد بود بخش محاسبات آغاز میشه که بخش مسئله قوه ها به طریقه الجبری خواهد بود. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.